کوهگیری بوی رحمت کجاست؟ آقا شهرستان هست. آره از شیرازش تماس میگیرم. بله بله. در مورد این آگهیش میخواستم سوال کنم. الان مشکل من اینه که دستگاهی میخوام حداقل 10 تا بذاره روش. حالا خواستم این آگهی که شما دارید طولی میخواین از کوتاهی حالت دارین شما؟ نه من کوتاهیش که کلا یه خانومی داریم لوره. بعد به ما گفتی یه چیزی باشه که حداقل 25 تا بخوره جواب بده کلا. الان با خودم 15 تاست. انزل زودرس هم دارید شما؟ جان؟ انزل زودرس. اونو نداریم خوشبختانه یخ میذاریم اونو مشکل نداره اونو حلش میکنیم. فقط کوتاهی حالت دارید. آره متاسفانه. ببینید دستگاه 2 تا 5 ساعت بهتون طول داده. اگه هر روز از این دستگاه استفاده کنید طول درمان 3 تا 4 ساعت جسمی بدنی احتیاط قبلا احتیاطی چیزی نداشته باشید دستگاه 1 ماه حتی 2 هفته‌ای هم بهتون جواب میده. درسته. 3 تا 6 ساعت بعد این دستگاه رو به حالتتون نصب کنید همراه با یک CD آموزشی با یک کتابچه فارسی بهتون تحویل داده. یعنی 2 هفته این بلند شده است تضمینی؟ بله تضمینی وزارت بهداشت. درسته. بعد قیمتش چنده اگه بخوایم 2 برابر بلند کنیم؟ 10000 تومنه. 109 چنده مگه؟ جان؟ 9 چنده نوع دستگاه؟ جان؟ نوع دستگاه چیه؟ نوع دستگاه چجوریه؟ نوع دستگاه استندارد دیوایسه که به برندهای هدایت کرد. یعنی جایی بخوایم بریم میتونیم ببندیم بریم عروسی معروسی؟ بیرون باید تو ماشین محیط خونه هر جا که باشید برید از این دستگاه استفاده کنید. براتون اصلا مشکل استخ ما زیاد میریم. استخ ما زیاد میریم میشه تو آب رفت اینا خراب نمیشه خدای نکرده گیر بکنه به کسی تو استخ خرابی نداره. درسته. بعد اشانتیون هم داری شما؟ جان؟ اشانتیونی چیزی نداره؟ اشانتیون؟ آره. نه این دستگاه بدون اشانتیونه آقا. CD بهتون داده تمرین باید CD. بعد آخه چیزه این کاندوم برقی ها میدادن که قبلا. بله؟ کاندوم برقی میدادن که. جان؟ میگم کاندوم برقی میدادن که اشانتیون. من نمیفهمم چی میگید. همکارتون گفتش که چیز داره کاندوم برقی میدن این کاندومای آدامسی میدن. نه نمیدن. این مصنوعی چیز میدن. نه خیر. بله. اونجوری صرف نمیکنه که. چی صرف نمیکنه؟ این دفعه کاملا مکانیکی آقا برای بزرگی ها کوتاهی حالتتون از بندی بره. ما گفتیم که 10 سانت 2 سانت که فایده ای نمیکنه. 2 سانت هم به دست بچه بلندش میکنه. خب شما میتونید دستگاه دائم استفاده کنید که درآمدتون رو کامل کنید به اون مقدار حجمی که میخواید برسید. چجوری دوره بعد این دوره دارین شما خودتون؟ برای قیسی آموزشی رو یه سری آموزشی بروشور فارسی براتون توضیح داده میشه. درسته. بعد چجوری نصب ایناشه که به پای خودتونه یا خودمون باید نصب کنیم؟ ببینید جان در مورد نصبش یه توضیح به ما میدین؟ نصبش توی CD که براتون بخوام انستال کنید از CD رو میذارید نصب رو بهتون نشون داده میشه. مثل ماهواره نیست که بره بالا پشتمون تنظیم کنه نه اونجوری که نیست. مثل ریسیور نیسته که بالا پشتمون باشه خودمون با کردن کارتون هیچ مشکلی براتون به وجود نمیاره. درست. حالا نمیشه مثلا یه نصاب بفرستین هزینه‌ش هم بدیم؟ جان؟ نصاب بدین نصاب. اینجا شهرستان آخه. نه آقای محترم میگم که این اگه براتون پکیج رو بفرسته همه رو با CD آموزشی چون همسایه آموزشی کاملا نصب کردن رو بهتون آموزش داده میشه. شما یه همسایه بغلیمون گرفته بلد نبوده زده سرش بریده بنده خدا یعنی عوارض کرده با سر. عوارض نداره آقا این دستگاهی که گرفته دستگاه کاملا مکانیکیه. یه موقع خدای نکرده سر مغزی چیزی نکنه یه موقع داخل آلت دو تا حالت لوله مانند داره یا علی گرفته میشه همین. بعد داخل کجا حالت میره آقا خانم؟ ما بیشتر ما شهرستان اینجا تلویزیون نیست. بهتون آموزش داده میشه. بعد چجوریه مثلا اگه این دستگاه نصبیه اون دو تا به چیزامون فشار نمیاد دو تا ابوالای پایینی؟ براتون نداره حتی شما میتونید بیرون محیط کار همه جا میتونید از این دستگاه استفاده کنید هیچ مشکلی براتون نداره. بعد این پلاستیکیه چجوریه تو جیب جا میشه یه دعوا بشون سر یارو فرار کنید؟ 50 گرم وزن این دستگاه بیشتر نیست. 50 گرم؟ بله. فشار نمیاد اون وقت؟ بله. اون وقت فشار نمیاد ابوال؟ نه اصلا هیچ میگم که تو حالت تحریکی براتون ندارید از دردی فشار. دستگاه پیشرفته تر ندارید؟ پیشرفته از این اصلا نیست تو دنیا. دستگاهه. بعد اگه دوتا بخوایم تخفیف داره؟ بله تخفیف بهتون میدیم. آها. بعد شما که ازاله زودرس ندارید فقط برای دارم. نه ازاله زودرس یعنی چی؟ من نمیدونم آخه. یعنی ارضا شدن زود. چی؟ نمیفهمم ببخشید. ارضا شدن تو سود. ارضا شدن سود؟ ارضا رو به 20 تا 25 دقیقه تاخیر میندازه. نه ارضا یعنی چی؟ نمیدونم خب. جان؟
ارضا یعنی چی؟ من نمیدونم که. بله؟ ارضا یعنی چی؟ ارضا من نمیدونم یعنی چی. ببین شما با کسی که بخواید نزدیکی کنید خب نزدیک شدن ارضا زود میشید. یعنی میخوام بریم نزدیکش؟ آقا شما نمیفهمی؟ مردونه مشاور آقا با صحبت کن. نه شما بهتره، ما بیشتر بهتر راحت‌ترین با شما. خب نمیفهمم خانم دیگه دعوا که نداریم. نزدیک میشم. خب نزدیک شدم. ارضا شدن سریع رو برطرف میکنه، یعنی به 20 تا 25 دقیقه به تاخیر میندازه. الان نزدیک شدم چیکار باید بکنم؟ ارضا میشیم؟ ببینید شما مثلا با کسی نزدیکی میکنید. خب اگه زود ارضا بشید این دستگاه ارضا شدن رو تا 20 تا 25 دقیقه به تاخیر میندازه. الان ما ارضا شدیم، هر 2 دقیقه میاد مرغی به ما میگن احمد مرغی. هر 2 دقیقه. الان من نزدیکشم. چیکار کنم؟ بگم ارضا بشه؟ آقای محترم اصلا دارم بهتون حاج خانوم من اصلا نمیخوام شما رو